که طالبان از نظر ساختار مخالف حکومت افغانستان هستند. فکر میکنین که البته مخالف کدام ساختار هستند به باور شما که حالا مخالفت نشان میدن؟ چیزی را که طالبان به عنوان شعار گفته روان هستند نه تنها مخالف ساختار هستند، حتی در گزارش گفته شده این حکومت یا این نظام فعلی را و کسایی که در حکومت شریک هستند در مجموع اینا غیر اسلامی دانستند، غیر و حکومتی هم که فعلا بر سر قدرت است، یک حکومت مخالف ارزش‌های اسلامی. اما کجا از گپ حقیقت داره؟ این یک خلاف اون چیزی که میگن عمل میکنن. اصل فکر طالبانیسم یا فکر طالبان چیز دیگری است. اونا نه این حکومت قبول دارن و نه این افراد و نه دموکراسی 10 ساله‌ای که دموکراسی در نوپای افغانستان هیچ چیزی را فقط اون یک فکر دارن، اونمو تا حکومت 10 سال قبلشانه که ضد حقوق بشر، ضد حقوق انسان و حتی به فرسخ ها دور از حکومت اسلامی. بله، همکاران ما اشاره میکنن که وقفه داریم، پس از وقفه همچنان همراهی